ایمان آوردن به تقدیر نیکی و بدی رکنی از رکنهای ایمان است. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم چه خیلی که در صحیح مسلم ثابت است از ایمان پرسیده شدند، گفتند که الایمان ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و تؤمن بالقدر خیره و شره. ایمان این که به الله تعالی ایمان بیاری و به فرشته ها و کتابهایش و به پیغمبرهایش و به روز آخرت و اینکه ایمان بیاری به تقدیر نیکی و بدی. کلمه و ان تؤمن را در الله و در تقدیر نیکی و بدی تکرار کردن، در باقی مانده هاش عطف کردن. ایمان این است که به الله تعالی ایمان بیاری و به فرشتگانش و به کتابهایش و به پیغمبرانش و به روز آخرت و اینکه ایمان بیاری به تقدیر نیکی و بدی. چون کلمه ایمان آوردن تکرار کردن. امام احمد میگه که القدر و قدرت الله، تقدیر این قدرت الله است. یعنی ایمان آوردن به الله و ایمان آوردن به تقدیر نیکی و بدی هم یه جزء ایمان آوردن به الله است، چون که قدرت الله است. الله تعالی تقدیر کرده است. در مسئله تقدیر دو گروهی گمراه است، قدریه ها و جبریه ها. قدریه ها میگن که تقدیر نیست. اینا در عراق پیدا شده بودن در زمانه صحابه ها، آخری صحابه ها. عبدالله ابن عمر کسی آمده در مسجد حرام از دو طرفشان آمده سوال کرد که در طرفای ما در عراق آدم های پیدا شدن که علم می آموزن، یعنی طالب علم هستند و میگن که لا قدر، تقدیر نیست. معنای تقدیر نیست میخواد که الله تعالی نمیداند که من آز چی کار میکنم، همین روز من چی میخورم، همین روز من چی کارایی میکنم، الله تعالی نمیداند مگرم بعد کردنم بعد میداند. یعنی قدر نیست، تقدیر نیست، پیشکی الله تعالی نمیداند. اینا انکار کننده های تقدیر. بعد حضرت عبدالله ابن عمر گفتن که اذا لقیت هؤلاء فاخبرهم، اگر هم آدمای آخری خبر ده که انی بریء منهم و انهم براء منی، من از آنها بیزار هستم، اونها از من بیزار است. اون وقت الکه عبدالله ابن عمر یعنی انگشت شمار صحابه ها باقی مانده بود. شخصیت هایی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیده است کم مانده بود، چون که عبدالله ابن عمر صحابه خردسال بود. وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم وفات کردن نه 14-15 ساله بود. وقتی که پیران سال شد یعنی که کم مانده بودن صحابه ها. اگر گفتن اونها آخری خبر ده که من از آنها بیزار هستم، اونها از من بیزار هستند و اگر یکی آنها مثل کوه احد طلا صدقه کند الله از آنها قبول نمیکند تا مادامی که به تقدیر ایمان نآورند. این گروه اولی که گمراه هستند. گروه دیگر این جبریه ها میگفتن که ما مجبور هستیم، هر کاری که ما میکنیم ما رو الله تعالی نوشته است فلان عمل اجرا میکند، بنابراین ما مجبور که همین کار کنیم. عقیده اهل سنت و الجماعت این است که الله تعالی به انسان عقل داد و اختیار داد. راهی راست بیان کرد، راهی کج بیان کرد. این راهی کج است، این راهی راست است. برای انسان عقل داد، اختیار داد. شما میخواهید میتونید نماز خوانید، میخواهید نخوانید. اختیار در دست شما هست. و بعضی علما بسیار مثال ها می آوردند. جبریه ها یعنی اونایی که ما مجبور هستیم و گناه هم میکردند و ما مجبور میگفتند، برای اونا علامه ابن القیم میگن که جبریه رو یک شپلاق میزنی، میگن بعد بیکار و بیکار. یا جبریه رو میبینی یک شپلاق میزنی، بعد میگوید که چوب برای چی من زدی؟ گفته وقتی غضب میگه که برادر من مجبور بودم، در تقدیر الله نوشته است من همین ضربه رو زدم، این از من نمیگویی. بعد چی جواب میتید؟ یا زنی جبریه اگر زنا کند، مثلا بعضی علما ذکر کردن، بعد شوهرش غضب میکند کشتنی میشد، و زنک میگوید که من مجبور بودم آخر. بعد میفهمد که عقیده باطل است. کجاش مجبور بود؟ الله تعالی برای هر یک آدم اختیار داد، عقل داد. انسان خودش اختیار میکند راهی درست راهی کج را. بنابراین ایمان آوردن به تقدیر آسان است به کسی که عقل دارد و دین دارد. بعضی علما میگن که نظرت فی القدر فتحیرت ثم نظرت فتحیرت، به تقدیر نگاه کردم و حیران شدم، با نگاه کردم با حیران شدم. فوجدت اعلم الناس بالقدر اکفهم عنه، یافتم که سالمترین مردم در تقدیر شخصیت هایی که خودداری میکنن از گپ زدن درباره تقدیر، یعنی بی علم و به علم هرچی نمیگن.
و وجدت اجهل الناس انطقهم به، جاهل ترین مردم در مسئله تقدیر آنهایی که بسیار نطق میکنند در این موضوع. الله تعالی میدانست که ما چی کار میکنیم. یا معلم مکتبتان میداند که شما از امتحان میغلطید، میداند از کجا میداند، از روی تجربه. انا با بعضی آدمای کاردان بودم میگفتن که فلانی ترمه میشد، میگفتن ترمه شد، یعنی به همین رفتش، در همین شرایط کسی که همین گونه رفتار میکنه و زندان میشد گفت و زندان شد. با این چی غیب میداند؟ غیب نمیداند. یک مخلوق وقتی که پیش بینی میکنه درست میبره. تو از امتحان میغلطی میگود معلم به طلبه از امتحان میغلطد، یعنی به همین رفتت، به همین خواندنت، به همین کوشش و غیرتت تو دو میگیری، میغلطد از امتحان. مخلوق درباره مخلوق پیشگویی میکند، گاه درست میبره. الله عالم الغیب و الشهاده، الله تعالی داننده غیب و شهادت است. الله تعالی میداند که ما چیکار میکنیم در دنیا، چیکارها رو میکنیم، چیکارها رو نمیکنیم. همین گرفته است، نوشته است الله تعالی. خیلی نه که مجبورن یک کسی گیرد و این فلانچی دوزخ میرد، فلانچی بدبخت است، فلانچی خوشبخت است گفته الله تعالی، یعنی که تخمینی نوشتگی باشد. الله پاک است. الله تعالی هر چیزی که از همین آدم ها دانست همون نویست. یعنی میدونست که همین آدم نه موعظه را قبول میکنه، نه نصیحت گوش میکند، نه سرش به بلا بیاد پند میگیرد، نه الله نعمت دهد شکرانه نعمت میکند و یا عبرت میگیرد. میدوند که همین آدمی نشدنی هست. هم چیزی که هست همون نوشته است الله تعالی. یگان کسی مجبوران بدبخت دوزخی یا یک آدم مجبوران به گناه تیله نکرده است. الله تعالی انسان ها را آفرید، برای آنها فطرتی تازه، طبیعتی سالم داد، عقل داد، علم داد، راهی کج و راهی درست رو بیان کرد و اختیار در دست خداشان داد. امید میکنم که همینقدر کفایت میکنه. در بابت تقدیر در کتاب‌های شرح عقیده ها ان شاء الله با وسیع‌تر گپ میزنیم. بله.